سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با آموزش این کلاه فرانسوی بسیار زیبا با من همراه بشین تا بتونیم با هم این کلاه زیبا رو ببافیم. البته این کلاه دو روی، این یه روی دیگه بافته هست، یعنی اصل بافت این سمت. چون من از سمت زیریش خوشم اومده بود دیگه این قسمت رو انتخاب کردم، ولی اصل روی کار بافتی که میخوایم با هم انجام بدیم قسمت روی کار میشه این. مضربش 12 باید باشه، یعنی هر کدوم از این مثلث ها نقشه ها 12 تا دونه هستش. پس یادتون باشه دونه‌ای که میخواین سر بندازین حتما به 12 بخش پذیر باشه. برای بافت این کلاه گفتیم که باید مضربمون 12 باشه، یعنی تعداد دونه هامون باید تقسیم بر 12 باشه. چیکار میکنیم؟ 20 دونه میگیریم و به اندازه 7-8 رگ میبافیم. 20 دونه‌مون که اندازه زدیم، مثال میزنم شده 10 سانتی متر. خب بعد حساب میکنیم که توی 50 سانت که دور سر ما هستش چه تعداد باید دونه به دست بیاریم. 20 تا ضرب در 50 میکنیم، تقسیم بر 10 میشه 100. ما گفتیم تعداد دونه هامون باید چی؟ مضرب 12 باشه، یعنی به 12 تقسیم بشه. نزدیکترین عدد به 100 96. پس من عدد مورد نظرم 96، یعنی باید 96 تا دونه سر بندازم. البته اندازه دور سر بستگی به طرف داره و کاموایی که انتخاب میکنیم که کلوف یا نازک باشه. حتما اینا مد نظر داشته باشید. پس با من همراه باشین این بافت زیبا رو انجام بدید. حتما اول بافتتون مارکر بذارین که بدونید شروع بافتتون از کجاست. هر مدلی که من اینجا میبافم شما به همون شکل ببافید. خیلی برای شروع باف یه دونه زیر، دونه رو رو به شکل ساده میبافم. اما زمانی که میخوام از زیر ببافم نخم و دونم رو از این سمت میگیرم به این شکل. دونه بعدی از رو، دونه زیرم نخم که زیره از رو نخم میبرم و دونه رو برمیدارم به این شکل. تا آخر ادامه میدم این بافت رو میبافم. من کشبافتم رو انجام دادم به اندازه 3-4 سانت. دیگه بیشتر نمیبافم. نقشم رو شروع کنم چون بافتم فرانسویه دیگه بیشتر از این کشباف نمیبافم. اگه شما میخواین همین مدل رو بافت کلاه ساده انجام بدین میتونین کشبافتتون رو 2 برابر انجام بدین. اینم قسمت زیر بافته که من این مدل رو بیشتر میپسندم. البته این کلاه دو رو هستش، یعنی از هر دو طرف میتونین استفاده کنین. زمانی که کشبافتون تمام شد باید دونه اضافه کنیم. به چه شکل دونه اضافه میکنیم؟ به این شکل. خب دونه زیر رو میبافیم. وقتی که بافتیم نخو میاریم به رو و یک بارم از رو دونه میگیریم و میبافیم به این شکل. دوباره دونه بعدی که روی به زیر میبافیم نخو میاریم به رو و از رو دونه میگیریم و میبافیم به این شکل. این کار رو تا آخر انجام میدیم. پس یک بار دیگه انجام میدم. یه بار از زیر که بافتیم نخو میاریم رو و از رو هم یه دونه برمیداریم به این شکل. دونه بعدی دوباره یه دونه زیر نخو میارم به رو و یه دونه از رو به این شکل دونه اضافه میکنیم. تا آخر این کار رو انجام میدم. من دونه ها رو اضافه کردم تا به انتها رسیدم. اما برای بافت نقشه حتما باید دونه‌ای که
میخوام اول ببافیم دونه رو باشه. چون اینجا دونه من زیره، یک دونه از این سمت دونه من رو هستش رو برمیدارم به این شکل. حالا مارکرم رو میذارم. حالا شروع میکنم به بافت نقشه که رج اول بافت من میشه. دونه اول رو باید به رو ببافیم. دونه اول رو به رو میبافیم به این شکل. دونه بعدی به زیر و دونه بعدیش رو باید دوبار ببافیم. به این شکل. حالا 7 بار یه زیر یه رو میبافیم. یه زیر یک 2 3 4 5 6 و 7. 7 دونه که بافتیم حالا باید 2 تا یکی کنیم. چون رج اول هستش ما دونه اضافه کردیم یک کمی سخته، ولی خب باید 2 تا یکی کنیم به این شکل. 2 تا یکی به سمت راست. البته اگه سخته هم میتونیم با قلاب برش داریم به این شکل. 2 تا یکی کردیم به سمت راست. دوباره این نقشه رو تکرار میکنیم، یعنی 12 تا دونه بعدی رو دوباره همین اول که تکرار کردیم دوباره تکرار میکنیم. گفتیم یه دونه رو، یه دونه زیر، دونه بعدی رو گفتیم دوبار میبافیم، یه بار زیر، یه بار میاریم رو به این شکل میبافیم. بعد 7 دونه بعدش رو رج اول نقشمون رو تمام کردیم تا انتها بافتمش، رسیدیم به رج دوم و نقشه. حالا رج دوم با هم میبافیم. یه رو، یه دونه زیر، دوباره یه دونه رو، دونه بعدی رو دوبار میبافیم. یه بار از زیر، نخو میاریم رو، یه بارم از رو میبافیم، شش تا دونه زیر رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6. دونه بعدی رو 2 تا یکی میکنیم به سمت راست. به این شکل نگاه کنید، این دونه‌مون به سمت راست داره میره. این دونه. دوباره نقشه رو 12 دونه رو دوباره تکرار میکنیم، ادامه میدیم تا انتهای رج. دوباره رج سوم رو با هم میبافیم. رج سوم تمام شده، رسیدیم به رج 4. 4 مرتبه انجام میدیم. یه دونه رو، یه دونه زیر، دوباره رو، یه دونه زیر، دونه بعدی رو دوبار میبافیم. یه بار از زیر، نخو میاریم به رو،
و یه بارم از رو میبافیم. پنج تا دونه یه زیر رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5. دونه بعدی رو باید 2 تا یکی کنیم به سمت راست. بشه سمت راست. این شد نقشه 12 تا دونه ما. تا انتهای بافت همین کار رو انجام میدیم. یه دونه رو، یه دونه زیر، یه دونه رو. یه نکته میخواستم بگم، اگه نقشه رو طبق اون چیزی که من میگم ببافین و درست باشه، دونه هاتون به سمت راست به این شکل در میاد. به این شکل به سمت راست میشه. پس اگه یک جایی دیدین که این خط ایجاد نشد، بدونین یه قسمت یه جایی رو اشتباه بافتیم. پس با هم میریم ادامه بافت. رگ 4 هستیم. 5 تا دونه اول باید یه روی زیر ببافیم. 1 2 تا 3 تا 4 و 5. دونه بعدی رو دوبار میبافیم. نخو میاریم به این سمت، به این شکل میاریم به این سمت و از رو به این شکل میبافیم. به این شکل. حالا 4 بار یه زیر رو میبافیم. 1 2 3 و 4. دونه بعدی رو باید 2 تا یکی به سمت راست انجام بدیم. این خط رو مشخص میکنه که ما باید دونه رو به سمت راست 2 تا یکی کنیم. به این شکل این خط ایجاد میشه. 1 2 3 4 5. این نقشه رو تا انتها مثل رجای بعد ادامه میدیم. دونه بعدی رو گفتیم دوبار میبافیم. یه بار از زیر و یه بار از رو. به این شکل. 1 2 3. رسیدیم رج 5. رج 5 6 مرتبه یه روی زیر میبافیم. 1 2 3 4 5 6. دونه بعدی رو دوبار میبافیم به این شکل. نخو میاریم به این سمت، از رو میبافیم. 3 بار یه زیر یه رو. 1 2 و 3. دونه بعدی رو 2 تا یکی به سمت راست. خطی که
سمت راست رفته. این نقشه رو ادامه میدیم تا انتها. 1 2 3 بعد ششم هستیم و 7 مرتبه باید یه زیر رو ببافید. 1 2 3 4 5 6 7. دونه بعدی رو دوبار میبافیم. یه بار از زیر یه بار از رو. دونه بعدی شد دوبار، یه بار از زیر یه بار از رو. تعداد دونه هم روی قلاب زیاده روی میلم. دونه بعدی رو 2 تا یکی به سمت راست انجام میدیم. بهش خطیه که تشکیل شده. پس 7 مرتبه یه زیر رو. این 12 تا دونه نقشه که اول اجرا کردم رو ادامه میدیم تا انتهای رنج. 3 تا 4 تا 5 تا. رنج هفتم هستیم. باید 8 مرتبه یه زوریه رو ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دونه بعدی رو دوبار میبافیم. یه بار از زیر نخ رو میاریم به رو و یه بار هم از رو. دونه بعدی رو یه بار میبافیم به زیر و 2 تا یکی میکنیم. خطمون کاملا مشخصه که به سمت راسته. پس 8 بار یه زیر رو میبافیم. این نقشه رو تکرار میکنیم تا به اول رنج برسیم. رنج هشتم هستیم. نقشمونم کم و بیش شکل گرفته. خطاییه که سمت راست بافتیم. رنج هشتم هستیم. 9 مرتبه باید یه زیر رو ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونه بعدیمون رو دوبار میبافیم. این نخ رو شل میکنیم، میاریم پایین و از اینجا دونه برمیداریم. بشه دونه بعدی که یه زویی رو میافتیم تمام شده. ببخشید. دونه بعدی رو 2 تا یکی به سمت راست انجام میدیم. به این شکل. این بافت رو ادامه میدیم تا انتها. تو رنج 9 ما همه دونه ها رو جای خودشون میبافیم. یعنی یه زیر یه رو. هر دونه جای خودش بافته میشه. یه زیر یه رو. تا انتهای باف همین کار رو انجام میدیم.
من انجام دادم، یه رو بافتم، به انتهای بافت رسیدم. انتهای بافت دونه آخری رو نمی بافم، چون از رج بعد میخوام نقشه جدید شروع کنم و نبافته برمی دارم. مارکرم رو میگیرم، دونه نبافتم رو میذارم این سمت و مارکرم رو میذارم سر جاش، یعنی یه دونه عقب‌تر. اما برای رج بعد قراره که این دونه هایی که به سمت راست بافته میشد به سمت چپ بافته بشه. چطوری انجام میدیم؟ به این شکل. از این سمت دونه رو برمیداریم نبافته، دونه بعدی به هر سمتی که هست میبافیم، دونه رو میاریم روش، به این شکل میشه سمت چپ. دونه بعدی رو 8 مرتبه ما میبافیم به زیر رو. 6 تا 7 تا و 8. دونه بعدی که ما 2 بار می‌بافتیم دیگه اینجا یه بار زیر یه بار رو نمی‌بافیم، هر 2 بار به سمت زیر می‌بافیم به این شکل. یه بار از این سمت، دوباره زیر از این سمت از داخل دونه میگیریم. دونه بعدی به رو بافته میشه. دوباره از سر از نقشه شروع میکنیم. این خط راست که به سمت راست بود از این سمت برمیداریم، دونه بعدی رو میبافیم به رو، به این شکل دوتا یکی میکنیم. 8 دونه به زیر به رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. گفتیم دونه ای که قرار بود یه بار به زیر یه بار به رو بافته میشه، دیگه دو اینجا همش به زیر بافته میشه. یه بار از این سمت و دونه بعدیش رو از داخلش در میاریم. دونه بعدی به رو بافته میشه. گفتیم میخوایم به سمت چپ کم کنیم، چیکار میکردیم؟ از این سمت برمیداریم، دونه بعدی رو میبافیم و میاریم روش. به همین بافت رو ادامه میدیم تا انتهای رج. رسیدیم به رج بعدی، رج جدیدیمون. دونه ای که قراره دوتا یکی کنیم. اگه زمانی که دیدین این قسمت از دونه‌تون پیش نداره، به همین شکل برمیداریم، دونه بعدی رو میبافیم، به این شکل دوتا یکی میکنیم، به این شکل. و بعد از اون 7 دونه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7. دونه بعدی گفتیم 2 بار از زیر میبافیم، یه بار از این سمت و دوباره از داخل دونه برمیداریم، به این شکل. به این شکل دونه برداشتیم. چون نمیدونیم دونه بعدیمون به کدوم سمت، دونه قبلش رو نگاه میکنیم که به روی، پس به زیر میبافیم، به زیر به رو. گفتیم که دونه‌ای که میخوام به سمت چپ بریم هیچ پیچی نداره، به همین شکل برمیداریم، دونه بعدی رو میبافیم، به سمت چپ. همین ادامه میدیم تا انتهای نقشه. اومدیم رج بعد، رج سوم. دوتا یکی میکنیم به سمت چپ، چون دونمون پیش داره به این شکل برمیداریم، دونه بعدی رو به رو میبافیم، به این شکل پیش میدیم.
6 مرتبه میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6 مرتبه. دونه بعدی رو گفتیم 2 بار به زیر میبافیم به این شکل. دونه بعدی رو از داخلش در میاریم به این شکل. این نکته توجه کنید چون نمیدونیم دونه بعدی زیر یه رو، از چند دونه قبلش نگاه میکنیم. این دونه به رو هستش میشه زیر و این دونه پس میشه به رو میبافیم به این شکل. به زیر و به رو به این شکل. دوباره از سر شروع میکنیم. 2 تا یکی میبافیم، دونه بعدی رو میاریم به روش و این خط ما ایجاد میشه. درسته؟ گفتیم 6 بار به رو یا به زیر میبافیم. 1 2 به همین شکل ادامه میدیم تا انتهای بافت. 3 رج قبلی رو تمام کردیم، رسیدیم به رج جدید یعنی رج 4. این دونم چون پیچ نداره درست برمیداره به شکل. دونه بعدی رو میبافیم به شکل، برش میدهیم سرش، پیچ میدیم به شکل. 5 مرتبه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. دونه بعدی رو گفتیم که 2 بار به زیر میبافیم. دونه بعدی باید 4 دونه بمونه و ما ببافیم. خب دونه های قبلش رو نگاه میکنیم. دونه رو، دونه زیر، دونه رو، پس این میشه دونه زیر ما. 1 2 3 و 4. این شد نقش رج بعدی به این شکل. پیچ ما به شکل سمت چپ. پس گفتیم که چون پیچ نداره برش میداریم، دونه بعدی رو میبافیم. تکرار رج نقشه قبله بهش و 5 مرتبه میبافیم. دونه بعدی شد 2 بار زیر میبافیم و 4 تا دونه میمونه. ادامه میدیم، برمیگردیم به اومدیم رج 5، رج جدید ما. دونمون که پیش داره رو درست میکنیم. دونه بعدی رو به هر سمتی که هست میبافیم. 2 تا یکی میکنیم و بعدش 4 مرتبه میبافیم. 1 2 3 و 4. دونه بعدی 2 بار به زیر میبافیم به این شکل و 5 مرتبه یه زیر رو میبافیم. دونه هاتون رو نگاه میکنیم که اشتباه نشه. 1 2 3 4 و 5. شد نقشه رج 5. ادامه میدیم تا انتها به رج برسیم. رج 6 هستیم. دونه اول رو 2 تا یکی میکنیم به هر سمتی که هستش. حالا 3 تا دونه
میبافیم 1 2 و 3 تا. دونه بعدی رو 2 بار زیر میبافیم. 6 تا دونه باقی میمونه که به شکل یه زیر یه رو میبافیم. اگر هم نمیدونید دونه بعدی کجا به سمت زیر هست یا رو، دونه قبلش رو نگاه میکنید، زیر، رو و این پس میشه زیر. 1 2 3 4 5 و 6. این میشه 6 تا نقشه رجع بعد. پس دوباره 2 تا یکی میکنیم به این شکل. 3 تا دونه میبافیم. 1 2 3. دونه بعدی رو 2 بار به زیر میبافیم و 6 تا دونه یه زیر یه رو میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. بشه. رجع هفتم هستیم. 2 تا یکی میکنیم به این شکل. به این شکل 2 مرتبه میبافیم. 1 2. دونه بعدی رو 2 بار زیر میبافیم و 7 مرتبه یه زیر یه رو میبافیم. دونه ها رو نگاه میکنیم که اشتباه نکنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. بشه. این میشه نقشه رجع هفتم. ادامه میدیم تا به ابتدا برسیم. رجع هشتم هستیم. 2 تا یکی میکنیم به این شکل. یه دونه میبافیم. دونه بعدی که به زیر 2 بار زیر میبافیم به این شکل و 8 تا دونه یه زیر یه رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. این میشه نقشه رجع هشتم ما. میبافیم تا برسیم رجع بعدی. رسیدیم به رجع نهم. 2 تا یکی میکنیم. اینجا دیگه دونه ای نداریم که یه زیری رو ببافیم. فقط دونه بعدی رو 2 بار به زیر میبافیم و دونه های باقی مانده که 9 تا دونه هستش یه زیر یه رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. این میشه رجع نهم و نقشه رجع نهم. میبافیم تا انتها. میریم سراغ رجع آخرش. رسیدیم به انتهای باف، یعنی رجع آخر. مثل رجع قبلی یه زیر رو میبافیم. فقط باید کمی دقت کنیم به این شکل که من میگم ببافیم. این دونه که به زیر بافته میشه، چون نمیدونیم دونه بعدی رو باید به
قسمت روی یا قسمت زیر ببافیم چند تا دونه عقب‌تر میریم. از اینجا این دونه به زیر، رو زیر رو، پس این دونه رو باید به رو ببافیم به این شکل. بعد زیر، دوباره رو، دوباره زیر. دیگه دونه های بعدی جای خودشون بافته میشن به این شکل. زیر و رو. خب این کار رو تا آخر انجام میدیم تا انتهای بافتمون. این رج نقشمون تمام شده. چون بافتمون کلاست باید برای بچه ها 16 تا 18 سال ببافیم، برای بزرگترها 20 تا 22 سال. رج بعدی رج تکرار رج اوله، یعنی دوتا یکی به سمت راست که انجام میدادیم، تکرار همون نقش هستش. به اندازه دلخواه. من چون بزرگ ساله باید 20 تا 22 سال ببافم. میبافم و برمیگردم و کور کردن بالای کلاه رو به شما آموزش میدم. اومدیم قسمت بالای کلاه، میخوایم دیگه بالای کلاه رو کم کنیم و بعدش جمع کنیم. این قسمت یه رج مونده که بافت کلاه، این بافت مثلثمون تموم بشه. از اون قسمت شروع میکنیم به کم کردن کلاه، یعنی اون قسمتی که یه زیر یه رو میبافتیم تا آخر اون دیگه نمیبافیم. حالا توجه کنید، این قسمت روی کلاه و این قسمت زیر کلاه. خب من میخوام این قسمتم مثلا روی کلاه هم باشه، این قسمت برای من مهمتره. حالا بعضی میخوان از این سمت ترشون باشه، فرقی نداره، من از هر دو طرف براتون میگم چطوری کم کنین. نگاه کنین، من اگه بخوام این قسمت از بافت کلاه هم باشه، این دونه من میخوام خطش بیفته. خب چیکار میکنم؟ 3 تا 1 باید بکنیم. این دونه اول با 2 تا دونه بعدی رو چون پشت کلاه همه به این شکل 3 تا 1 میکنم به این شکل. اما اگه بخوام روی کلاه من باشه دیگه این کار نمی کنم. اگه بخوام روی کلاه من باشه به این شکل میبافم. این که دونش زیر میبافم. 3 تا دونه بعد رو به سمت رو 3 تا 1 میکنم. 3 تا دونه رو به این شکل 3 تا 1 میکنم زمانی که بخوام از روی کلاه استفاده کنم به این شکل. خب این میشه دونه رو، دونه بعدی میشه به زیر، پس بافتم درست در میاد. ولی من چون میخوام از پشت کلاه هم استفاده کنم به این شکل 3 تا رو کم میکنم. نگاه کنی این دونه زیر دیگه وقتی میخوام 3 تا رو کم کنم دونه بعدش باید رو باشه دیگه، درسته؟ پس از زیر کمش میکنم. 1 2 3 به این شکل از زیر کمش کردم. دیدین این الان شد دونه زیر من. دونه بعدی چیه؟ رو میبافم به این شکل. به این خطایی که بلند هستن اصلا کم نمی کنیم. دوباره رو میبافیم. دوباره رو. خب نگاه کنین یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید چون من پشت کلاه هم در نظر گرفتم این دونه من به زیر بافته شده دیگه، درسته؟ این دونه با 2 تا دونه بعدیش با هم 3 تا 1 میکنیم. اما اگه بخوام روی کارم رو در نظر بگیرم این دونه رو میبافم 1 2 3 3 تا دونه بعدی رو به سمت رو کمش میکنم. پس بنش از زیر 3 تا 1 میکنم بنش.
حالا دونه بعدی باید رو باشه دیگه، درسته؟ به سمت رو میبافم. دوباره زیر، دوباره رو، دوباره زیر، دوباره رو، دوباره زیر، دوباره رو، دوباره زیر و دوباره رو. به این شکل. دوباره چیکار میکنم؟ به این دونم رسیدم، این دونه و دونه دوتا دونه بعدیش رو به زیر کم میکنم، یعنی دوتا یکی میکنم. اما اگه بافتم به سمت رو باشه، این دونه رو به زیر میبافم و این سه تا دونه رو به سمت رو کم میکنم، یعنی سه تا یکی میکنم. و نکته دیگه این که فرقی نداره که این زمانی که این رج رسیدیم میخواین دونتو کم کنین به سمت چپ باشه یا به سمت راست، اون فرمول اون بافتی که من گفتم رو انجامین دیگه، فرقی نداره این قسمت از مثلثتون باشه یا این قسمت. همین نکته رو توجه کنین، خیلی راحت میتونین کمش کنین. بعد از کم کردن رج بعدش تمام دونه ها رو یه زیر رو میبافیم، هر دونه جای خودش میبافیم تا انتهای بافت. همه رو به شکل یه سریه رو میبافیم. بعد از اینکه یه سریه رو بافتیم، حالا چیکار میکنیم؟ حالا دوباره باید نقشه مثلث رو دوباره ببافیم کامل. حالا به هر سمتی هست که به سمت راست هست یا به سمت چپ. و خط دونه هاش دوتا دونه کم شد. چی جوری؟ من الان دونم خوب به سمت راسته. خب چجوری میبافم؟ به این شکل. یه رو، یه دونه زیر، دونه بعدی رو گفتیم که 2 بار میبافیم، یه بار به زیر، یه بار به رو. بعد از اون باید 7 بار میبافتیم، ولی اینجا دیگه 5 بار میبافیم. 1 2 3 4 5. بشه. حالا هم دوتا یکی به سمت راست میکنیم. بشه. پس بافتمون هیچ تغییر نکرده و خط تعداد دونه هامون کم شده. قبلا 12 تا بوده، الان شده 10 تا. همین بافت مثلث رو تا ادامه میدیم کاملش رو بعد خب من یه ردیف که کم کرده بودم یه زیه رو بافتم، یه مثلث رو بافتم، دوباره وقتی یه مثلث رو تعداد رو بافتم دوباره هم کم کردم، یه زیه رو بافتم، یه مثلث کوچولو الان اینجا ایجاد شده بافتم، الان دوباره میخوام کمش کنم. به این شکل کم کنم چون گفتم بافت من به این سمته و این دونه هایی هم که کمتره رو کم میکنیم. توی توضیحاتم کامل به شما گفتم. 3 تا یکی میکنیم به این شکل. 3 تا یکی میکنیم، دونه بعدی رو، دونه بعدی زیر میبافیم، دوباره رو، دوباره زیر، دوباره رو میبافیم. دوباره به این قسمت رسیدیم، تعداد دونه ها کم شده، به این قسمت رسیدیم. این قسمت دوباره 3 تا یکی میکنیم، این 3 تا رو همزمان با هم 3 تا یکی میکنیم، دونه بعدی میشه رو، دونه بعدی میشه زیر. دوباره یه توضیح دیگه ای بدم. این که گفتم چون بافت من از این قسمته، میخوام این
قسمت باف روی کلاه هم باشه به این شکل گفتم کم میکنیم. ولی اگه بخوام روی کلاهمون باشه گفتم چجوری کم میکنیم، توضیحشو داده بودم. به این شکل کم میکنیم. اول دونه هامون رو نگاه میکنیم، این زیر رو، زیر رو و این میشه زیر. به شکل زیر میبافیم اینا و 3 تا دونه بعدی رو به سمت رو بشه 3 تا یکی میکنیم. بعد دونه زیر میبافیم. ولی چون من بافتم به زیر هستش، مدل زیر هستش، به این شکل کم میکنیم. 3 تا دونه رو به زیر کم میکنیم. دوباره رو انجام میدم، برمیگردم دوباره یه زیر یه رو میبافم. من یه زیر یه رو بافتم، بعد دوباره شروع کردم به کم کردن. یه نکته بگم که شما راحت تر بتونید کم کنید. نگاه کنید الان من این 3 تا دونه رو با هم 3 تا یکی میکنم، بعد دونه رو میبافم. اگه شما یه موقعی متوجه نشدین هستین، گفتم که دونه هایی که از اینجا بافتش کوچیک‌تره رو اول کم میکنیم، اینها که بزرگترن میمونن. نگاه کنید چون من مدلم پشت بافتمه به این شکل. الان دوباره کم میکنم، این 3 تا دونه رو با هم زیر رو زیر. وقتی کم کردم دونه بعدش باید رو باشه، بهش درست در اومده زیر. دوباره رو. خب نگاه کنید زیر، همین خطم منظورم، یه رو یه زیر. 3 تایی رو با هم کم میکنم به سمت زیر. دونه بعدی به شکل روه، دونه بعدی به شکل زیر. به همین شکل ادامه میدم. چون بافت من مدلش پشته، نگران نباشین که اینجاش چرا این شکل شده، چون پشت بافت من درست در اومده این خطا. ادامه میدیم تا تعداد دونه هامون خیلی کم بشه، تعداد دونه هامون کم باشه. دیگه تعداد دونه هامون به اندازه کافی کم شده. حالا یه مقدار از نخم قیچی میکنم، سوزن میکشم و از میلم رد میدم. تا آخر انجام میدم. دیگه نخمو کشیدم، نخمو قشنگ میکشم، جمعش میکنم، بهش تمیزکاری میکنیم، برمیگردم.